یکی از روش هایی که میتونه مناطقی از مغز رو که دچار مشکل هست رو اصلاح بکنه، چه خود مناطق رو چه روابط بین اونها رو، نوروفیدبک هست. نوروفیدبک تقریبا از دهه 70 میلادی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و گستره استفاده اون بسیار وسیعه. یعنی هم در بهبود مشکلات از نوروفیدبک استفاده شده و هم در ارتقای عمل کرد. اما در نوروفیدبک واقعا چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید که بر اساس نقشه مغزی مشخص شده که یک موج مغزی به نام تتا در این قسمت مغز فرد مقدارش از حد طبیعی بیشتر. بنابراین اگر من روشی داشته باشم که بتونم میزان فعالیت این موج افزایش یافته رو کاهش بدم، در واقع میتونم فرد رو درمان کنم. در روش نوروفیدبک کلاسیک یک الکترود روی همین قسمت قرار میگیره و دو الکترود دیگه به گوش فرد وصل میشه و فعالیت الکتریکی همین یه نقطه ثبت میشه. درمانگر وقتی الکترود رو وصل میکنه روی سر فرد، در صفحه مانیتور خود میتونه سیگنال مغزی فرد رو ببینه. در واقع آن چیزی که در نوروفیدبک اتفاق میفته فرایندی هست که ما بهش میگیم شرطی سازی. اما چگونه؟ ببینید، فرض کنید که یک ستونی وجود داره که در داخل این ستون داره موج تتا نمایش داده میشه. فردی که داره نوروفیدبک روش انجام میشه یک صفحه مانیتور جلوشه که این داره یک فیلم میبینه، یک بازی اجرا میشه. فیلم رو در نظر بگیرید، فیلم قطع وصل میشه. اما چرا این اتفاق میفته؟ درمانگری که این ستون رو در اختیار داره و روی ستون یک خطی به نام آستانه هست، دوست داره که مقدار تتای فرد به جای 30 باشه 10، اما میدونه مغز نمیتونه این رو الان تامین کنه. میاد آستانه رو میذاره روی 28. گاهی وقتا شانسی کاملا تصادفی مقدار این موج تتا میاد زیر 28 و فرد مراجع میبینه که فیلم داره پخش میشه. هر وقت که این تتای بیشتر از 28 بشه فیلم قطع میشه. مغز ما یه ویژگی مهمی داره، اونم اصل لذته. دوست داره که این فیلم دائما پخش بشه. مغز شروع میکنه گشتن که عامل این که این فیلم داره پخش میشه و قطع میشه چیه. چیزای مختلفی رو تست میکنه تا به نتیجه میرسه که آها، اگر من موج تتا رو زیر این خط آستانه قرار بدم، اون موقع است که فیلم پخش میشه. مغز چیزی رو یاد گرفته. به محض اینکه این کار تونست بکنه، درمانگر باز اینو میاره روی 25، یعنی روی مرحله بعدی، لول بعدی. دوباره مغز درگیر در همون پروسه میشه که بتونه فیلم رو دائما ببینه. گام به گام داریم مغز رو شرطی میکنه و بعد از 10 15 گاه هم 20 جلسه شما میبینید مقدار تتای فرد که روز اول 30 بود اومده 10 و به تناسب همین اتفاقی که داره میفته، این تتای کاهش یافته باعث میشه که تمرکز کنه، باعث میشه که توجه کنه و اون حواس پرتی قبلی رو نداشته باشه. منی که به عنوان درمانگر دارم استفاده میکنم از روش نوروفیدبک، چیزی رو وارد مغز فرد نمیکنم. آن چیزی که من دارم ثبت میکنم فعالیت الکتریکی مغز، فقط دارم با استفاده از فیدبکی که به مغز میدم هدایتش میکنم که چه کاری درسته چه کاری درست نیست. بقیه‌اش خود مغز داره انجام میده. در واقع در نوروفیدبک خود تنظیمی داره اتفاق میفته. اگر بخوام مقایسه بکنم، در دارو ما میم نظم به هم ریخته مغز رو از طریق مواد شیمیایی دارو برمیگردونیم. اثر دارو که بره دوباره برمیگرده سر جای خودش. در واقع در دارو داریم دگر تنظیمی رو انجام میدیم، داریم به مغز ماهی میدیم. اما در نوروفیدبک هدف ما اینه که به مغز ماهیگیری رو یاد بدیم. خود تنظیمی یعنی ماهیگیری. به همین دلیل هم هست که در نوروفیدبک اگر مغز یاد بگیره چه کار کنه، این مهارتی که یاد گرفته باقی میمونه. خیلی‌ها فکر میکنن که اثر بخشی نوروفیدبک کوتاه مدته، نه، اثر بخشیش طولانی مدته. البته این نکته رو بگم، کسی که داره از نوروفیدبک استفاده میکنه، یعنی درمانگر، اهمیت بسیار زیادی داره. صرف این که یک کسی یک دستگاهی تحت عنوان نوروفیدبک داشته باشه تعیین کننده اثر بخشی نیست، بلکه فردی که داره از این استفاده میکنه، روندی که داره استفاده میکنه و دانش اون هست که نقش داره. با نوروفیدبک هم در درمان و هم در ارتقای عمل کرد و هم در آرامسازی ذهن میتونه نقش بسیار موثری رو داشته باشه. و همیشه اینو یادتون باشه که نوروفیدبک گلوله برفیه. اگر شما مهارتی رو الان یاد بگیرید، در سالیان بعد این مهارت افزایش پیدا میکنه، قوی‌تر و قوی‌تر و قوی‌تر میشه.